سلام به شما دوستان عزیز. این اولین ویدیوی من هست که اومدیم پک و پنیای FC تو 4 رو بزنیم. اول از همه بریم سراغ این که خیلی میگن خیلی چیز خوبی هم میده. بریم ببینیم کیو میده. سفرم که احتمالا باید سفید بشه که نمیشه. 150 تا پول نه خوشم نیومد و یکی دیگه هم میتونم بزنم ولی اینا رو احتمال زیاد نمیده. بریم برای آخرین بار که یه بار ما زدیم دیگه، 2 بار تونستیم فقط بزنیم. چمپیونز لیگ 120 تا چرا اینطوری داره کارت میده که کارتی همون نمون. یک اونقدر بد بود، خیلی بد بود. بین بازیکن ها بزنم برای فروش، اون بد بود. من رو بزنم برای فروش بعدم آقا بریم توی ترکیبمون. نویر میزنیم. هالند خوبه جاش. هریکین رو داریم، زیدان، جود بلینگام، اشرف حکیمی دیگه نمیدونم دیگه چی بگم. و این بود از پک و پنیای ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.